آهای اهالی فینیتو، ما موشک نقطه زن داریم، ما اقتدار داریم، ما ساندیس داریم. ویروس ناکورو هیچ غلطی نمیتواند بکنندی. خیالتان راحت باشد، بروید سر کارهایتان. بچه هایتان را به مدرسه بفرستندی. ناکورو در برابر کت خدا عددی نمی باشندی. بابا من به مدرسه نمیروم، نمیخواهم ناکه رو بگیرمندی. ولش کنی یابو، خودش تو کاخش قرنطینه شده واسه ما نسخه میپیچه. اهالی فینیتو، من هم ناکورویی شدم، اصلا چیز بدی نیست، فقط حلقم تب کرده و سرم میسوزه. از ناکورو نترسید، این فتنه دشمنان است که میخواهند خزانه من را بزنند. این کتابای طب استکباری را بسوزانید. دوای ناکورو مفت و مجانی در خانه هاتان موجود هستندی. 2 قاشق نبات تازه گاو از روی چمنزار بردارید و با روغن کاکتوس و شیر مرغ بجوشانیدندی. موقع خواب یک پنبه آغشته به این را تو دماغتون بذاریدندی. یه شب ناکورو که هیچ، نقرس و قانقاریا را هم شفا میدهندی. من الان 2 کاسه‌اش را یک ضرب سر کشیدندی. احساس میکنم. مرد چه میکنی؟ تلویزیون را چرا بیرون انداختندی؟ بابا این کت خدا خودش ناقل ویروسه، اینقدر فک بیمورد میزنه تا هممون رو ویروسی کنندی. اینجاست که باید گفت کت خدا منحوس تویی، ناقل ویروس تویی.